صبح بخیر. کابل به یک روز هیجان انگیز دیگر بیدار می شود. این شهر پر از امید و انرژی فقط پایتخت نیست، بلکه شهری است که در آن می توان رویاها را به حقیقت تبدیل کرد. هر صبح در کابل صدای زندگی شنیده می شود، از هارن موترها تا صدای چای فروش های سر کوچه. امروز با هم سفر را آغاز می کنیم تا کابل را از نگاه تازه ببینیم و داستانهایش را بشنویم. افغانستان فقط یک کشور نیست، مجموعه ای از هزاران رنگ، لهجه و فرهنگ است. ما در سفر با روشن این تنوع را به تصویر می‌کشیم، چون زیبایی واقعی در تفاوت هاست. سلام، من بلال هستم. من به دورترین نقاط افغانستان سفر میکنم و با مردم های مختلف ملاقات میکنم تا فرهنگ و داستانهایشان را به تصویر بکشم. در این سفر روشن به ما کمک میکنه تا مردم و جوامع مختلف را به هم نزدیکتر بسازیم. در هر کوچه قدیمی کابل تاریخ زنده است. اینجا جای است که نسل‌ها در کنار هم نفس کشیدند. مردمی که با دست‌هایشان هنر را حفظ کردند و با دل‌هایشان امید را زنده نگه داشتند. کابل امروز شهری است میان گذشته و آینده. اینجا جوانان با رویاهای بزرگ در حرکتند. در دانشگاه‌ها، در استارتاپ‌ها و در کافه‌های کوچک همه در تلاشند تا آینده بهتر بسازند. کابل شهر فرصت‌های نو است. در این میان روشن هم بخش از زندگی مردم است. از اولین تماس تا جدیدترین تکنولوژی، روشن همیشه در کنار مردم ایستاده است. من 12 سال میشه که مشتری روشن هستم و فعلا هم از سیم کارت روشن استفاده می‌کنم. کابل شهر فرصت‌های فراوان برای نسل جوان است. اینجا رویاها شکل می‌گیرند و آینده ساخته می‌شود. اما بزرگترین حامی این رویاها کی است؟ بیایید از زبان خودشان بشنویم. از وقتی که یادم میاد روشن با ماست، چی در میدان فوتبال، چی در زندگی روزمره. روشن بزرگترین حامی ورزش در افغانستان است. روشن فقط رویدادها را حمایت نمی‌کند، بلکه الهام بخش ورزشکاران است تا پیشرفت کنند، رویا ببینند و افتخار از کشورشان نمایندگی نمایند. من روزی میخوایم نویسنده شوم و داستان زنهای افغانستان را بنویسم. روشن بیش از 23 سال است که خدمات با کیفیت مخابراتی را در سراسر افغانستان عرضه می‌کند. پشت هر تماس و هر پیام شبکه قدرتمند وجود دارد، اما آنچه این شبکه را زنده نگه می‌دارد انسان‌هایند که در پس آن تلاش می‌کنند. از جاده‌های مزدحم کابل تا دورترین روستاهای افغانستان، روشن با تعهد و عشق ما را به هم وصل می‌کند. هر سفر درسی دارد.
در کابل آموختم که ارتباط فقط سیگنال نیست، احساس است. احساسی که ما را در دل تاریکی ها به سوی نور میبرد. روشن بودن یعنی کنار هم ماندن. هر روز هزاران داستان در کابل جریان دارد. از دل بازارها تا پشت بام‌های خاکی، از صنف‌های دانشگاه تا میدان‌های فوتبال و در همه این داستان‌ها نخی نازکی است که ما را به هم وصل می‌کند. همان چیزی که روشن به آن جان می‌دهد. از داستان خود با روشن در ولایت که هستید ویدیو بسازید و آن را با هشتگ تراول ویت روشن به اشتراک بگذارید. هر ویدیویی که بیشترین لایک و بازدید را به دست آورد برنده آیفون 16 پرو مکس خواهد شد یا فرصت همراهی در سفرها را با ما به دست می آورد. روشن نه تنها ارتباط دیجیتالی را فراهم میکند بلکه قلب‌ها و جامعه را با هم نزدیکتر می‌سازد و زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند. با ما در این سفر یکجا شوید و داستان جدید را کشف کنید. تا ولایت بعدی، خداحافظ کابل.